با سلام و درود به مهندسین عزیز، خسته نباشید میگم به همگی. یه تعداد دوستان خواستن که یک بار دیگه کارکرد دستگاه رو تست بگیرم و توضیحاتی در مورد دستگاهی که تولید کردم بدم. اول میریم سراغ توضیح دادن دستگاه. این دستگاهی که ما درست کردیم یه تستر برای بردهای اینورتره که از کنار شاسی پاور داره برای روشن خاموش کردن، کلید 01، شاسی ریست، یه LED اول داره که پاور نشون میده که دستگاه رو روشن شده، 6 تا LED برای UVW، 2 تا LED برای اینپوت و آوتپوت ورودی خروجی دیتاست برای تست دیتای بین دو تا برد بالا و پایین، و یه سوکت هم اینجا داریم که تایپ C برای شارژ دستگاه است. بالا قسمت بالا 2 تا ورودی داریم که برای تست دیتای و 3 تا هم پایین داریم که UVW که از قرمزی که گوشتم U، بعدش V و W. این دستگاه وقتی روشنش کنیم چراغا میاد، اشمک میزنه، سیستم خودش رو لود میکنه، آماده به کاره. اگه خواستید حالا وقتی که دارید کار میکنید خواستید ریستش کنید، این شاسی رو یک بار فشار بدید، دستگاه خودش رو چک میکنه دوباره و ریست میشه. برای زمانهایی که میخواید دستگاه رو یک بار دیگه بردو چک کنید، این قسمت کارایی داره. الان من یه برد اینورتر اینجا گذاشتم، برقو بهش میدم، دستگاهمون الان روشنه. میریم برای تستش. دستگاه که روشن شد یه LED اینجا داریم که نشون میده که برد روشن شد. حالا ما بهش موج مربعی رو با این دستگاه سیگنال جنراتور میدیم و دستگاه شروع میکنه به چک کردن، به محضی که IGBT تست کنه خودشو که ببینه که IGBT های برد سالمه، این دستگاه شروع میکنه چراغا گردون چرخیدن و همه چراغا LED ها روشن میشه. اگه یکی از حالا پورتا قطع باشه که 2 تا از IGBT ها رو نتونه تست کنه، 2 تا از چراغا از کار میفته و 4 تای دیگه کار میکنه. حالا ما الان دستگاه زده شده، حالا میخوایم ریستش کنیم، یک بار دیگه چک کنیم. اینجا میایم شاسی ریست رو میزنیم، دستگاه خودش رو ریست میکنه، دوباره آماده میشه برای مرحله دوم که بخواید این حرکت حالا یک بار دیگه اجرا کنید که مثلا مطمئن شید که این برد 100% سالمه یا نه. بیشتر برای چک کردن بردایی که بالا سر کار میرن، سرویس کارا براشون خیلی خوبه، راحته، نشون میده که آقا برد خرابه یا اینکه کمپرسور خرابه. اگه این تستر نشون نده که IGBT ها سالمه، یعنی که برد خرابه و شما دیگه برد رو میبرید برای تعمیر. اگه نه بزنه درسته، صاف میرید سراغ کمپرسور و باقی قطعات که دیگه نمیایید برد رو بی خودی وا کنید ببرید برای تعمیر و دوباره بخواید با کلی زحمت بیاید ببندیدش سر جاش. الان من سوکت شارژم بهش زدم چون برای اینکه معلوم بشه. الان نگاه کنید بغلش یه چراغ آبی روشنه، یعنی اینکه این دستگاه شارژ داره و اگه قرمز روشن شه یعنی که داره در حال شارژ شدن. آبی که میشه یعنی شارژ فول شده و شما میتونید دیگه سوکت رو بکشید. تو این دستگاه ما از بردی که استفاده شده اگه برد با کیفیت، کار تمیز و با دقت طراحی بالا، یعنی یه چیز دستساز من در آوردی نیستش، روش کلی تحقیق شده و طراحی انجام شده و برنامه دستگاه هم همینجور، برنامه‌ای که برای آیسش نوشته شده روش کار شده. به نظرم برای دوستانی که میخوان این دستگاه رو کیف داشته باشن تو کیفشون برای حالا تست بردا سر کار ببرن، یه چیز خوبیه، کارشون رو راحت میکنه، قسمتی از کارشون رو جلو میندازه. خدا نگهدار، آرزوی موفقیت برای همه دوستان.